سلام، به کانالم خوش اومدین. چند وقت پیش من یه سری قطعات تو خونه داشتم در دستگاه لیزر. بعد نشستم فکر کردم اومدم گفتم بیام یه طراحی انجام بدم، سرهمش کنم حالا با چیزایی که دم دستم بود. بعد نتیجهش بدک نشد. الان فیلمش هم میتونید ببینید تو همین ویدیو از کار کردش و اینا. بعد یهو به ذهنم زد از این طراحی که انجام دادم بیام مراحلش رو دونه دونه باهاتون به اشتراک بذارم که هر قسمت رو چجوری طراحی کردم، بعد محاسباتمون رو چجوری انجام بدیم، از چه روشی اصلا استفاده میکنم که تقریبا فکر کنم تو 4 ساعت من کشیدمش کل اجزا رو. بعد پرینتش هم تقریبا 1.5 روز زمان برد. با مونتاژش کلا شما مثلا رو 2 روز حساب کنید. بعد دیدم حالا خوبه که کانال هم مرتبط با نقشه کشی و ایناست، بیام حالا تو چند تا قسمت احتمالا از انتهای این هفته، قسمت اولیش انتهای این هفته منتشر میکنم که چجوری شروع، اصلا چجوری به ذهنم زد، از کجا شروع کردم طراحی رو، بعد اسمبلی رو چجور میرم، چجوری از اسمبلی استفاده کردم برای پیدا کردن ایرادات و خطاها، چجوری از کاتالوگ که نمیشه گفت، از سایت هایی که حالا قطعات رو اینترنتی میفروشن چجوری از اونها استفاده کردم برای هر قطعه. بعد نمیدونم، اگه دوست داشتید میتونید کانال رو دنبال کنید. ویدیوهاش تو چند مرحله باتون به اشتراک گذاشته میشه. تو قسمت پایانی من تمام این فایل های STL و حتی SCP این طرح هم میذارم، حالا اگه کسی خواست بتونه دانلود کنه و حالا یا همونو پرینت کنه استفاده کنه مونتاژ کنه، یا میتونه تغییرات بده به دلخواه خودش. قاعدتا خیلی خلاق‌تر از منن، تغییرات بهتری میشه تو این داد، مدام میشه بهترش کرد. همین، امیدوارم لذت